تاریخ 28 فروردین الی 2 اردیبهشت ماه در همین مکانی که من وایسادم، خیابان شهرک اداری بهنمی توی گلستان 19 یه جشنواره‌ای برگزار بشه به نام جشنواره توت فرنگی. علاوه بر محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع دستی از نه تنها از استان مازندران و شهر بهنمی، از تمام استان‌ها قرار اینجا که این برنامه برگزار بشه و غرفه بازی‌های بومی محلی برای اولین بار قرار در این جشنواره شرکت داده بشه و بهنمی رو به نام شهر توت فرنگی ایران یا پایتخت مبلمان شمال کشور و شهر شکر سرخ شناخته میشه. بهنمی جای تاریخی خیلی زیادی داره. دو تا مرکز برای دوستانی که از خارج از بهنمی از استان دیگه میخوان وارد این شهر بشن، دو تا مرکز اقامتی این شهر داره. یکی مرکز اقامتی گردشگری اوجا که کلبه‌های سوئیسی داره توی منطقه بکر میرودسر و یه مورد دیگه منطقه بهشت عظمت افراتخت هستش. کسایی که میخوان بیان و ساکن بشن تو شهر بهنمی، این دو تا مرکز که ما در زیر این پستم آدرس این دو تا مجتمع گردشگری رو بهتون اعلام میکنم. هر سوالی نسبت به این جشنواره و غرفه‌هایی که اینجا شرکت میکنن، هر سوالی دارین زیر پست به ما اعلام بفرمایید، تو دایرکت به ما بگین، ما در اسرع وقت جوابتون رو براتون ارسال میکنیم.